سلام دوستان مهربان، خداوند حفظتان کنه. الحمدلله و در خانه خدا هستیم. در حق همه مسلمانان، خصوصا مردم تاجیک، مردم غریب مسکو و تمام دنیا دعاگو هستیم. با کار و برای ما ساز الحمدلله امروز با در خانه خدا کارو پیش رفته است. الحمدلله گفتی گپا که سربلند باشه، رحمت وارد دستگیریتون. هر یک نفری که میخواد که ماشینای خوب با کارات خیلی زور شده است، اونجا کارو با دبی رفته است. ببینید خدا نگاه داره. شخصانی که میخواد خود در تاجیکستان هم، خود در روسیه هم، قزاقستان در کدام گوشه و کنار دنیا که نیستن میخوان ماشینا از دبی مقصد زکات کنن، برادر ما در شهر دبی ماشینا یعنی میگیره، بخوای ماشین سالن، بخوای ماشین ریمون کارگی، تمام این نمودی ماشینا با شما دسترس میکنن. با واتساپ حرکت کنه، خشم هم بزنه، گپ بزنه، ماشینای خوب با شما زکات کنه و پیشنهاد میکنن. خیلی کار باشون خوب هستن. خدا نگهدار. برای کار لایک را فراموش نکنید. دعا را در حق ما فراموش نکنید. السلام علیکم.